اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. اعضای مسلکی ریاست عمومی تفتیش قضایی ستر محکمه از محاکم و زندان مرکزی ولایت لوگر بازدید نمودند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید کمیته جمع‌آوری گداها تا تاریخ 3 دلو سال جاری به تعداد 26390 تن گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری نموده و این پروسه ادامه دارد. از سوی هلال احمر افغانی به 24 تن از سرما خورده در روستاهای مختلف ولسوالی‌های پل خمری و بغلان جدید ولایت بغلان کمک‌های غذایی و غیر غذایی ارائه گردید. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا میگوید امریکا با متحدین خویش در رابطه بر رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان مشوره ها را آغاز کرده است. وزارت مالیه میگوید در گمرکات کشور برای طی مراحل اسناد موترهای یک کلید تسهیلات فراهم شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی با کارکنان ریاست عمومی جامعات و تخصصات دینی دیدار کرد. وزارت عدلیه میگوید حدود 6500 جریب زمین اماراتی در ولایات ننگرهار و کاپیسا تثبیت گردید. شاروالی کابل میگوید کار اعمار سرک‌های ارتباطی ناحیه پنجم در حال جریان است. دی افغانستان بانک میگوید روز چهارشنبه از طریق داوطلبی 15 میلیون دلار آمریکایی را به فروش میرسانیم. جلسه با هدف استفاده و مدیریت درست و مؤثر آب برگزار شد. جلسه هماهنگی و سازماندهی بین تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات بر رهبری سرپرست وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد.